سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 29 مای تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. در دوره دوم انتخابات پرزیدنت ترکیه اردوغان پیروز شد. بازداشت سه مولای تاجیک و ترک و اوزری برای عذاب و عقوبت شاگردان در یک مدرسه در پتربورگ. فعالان مانع استرداد یک جوان تاجیک از پولشا به تاجیکستان شدند. سروزیر طالبان ادعا کرد که در حکومت آنها تاجیکان نیز حضور دارند. وال استریت جورنال: خطای خواستار به روسیه دادن ولایت‌های غصب شده اوکراین شده است. در سوخت صاحب یک فرمه خوک را برای افلاس کردن آب و زمین جریمه بستند و اکنون تفصیلات خبرها. بر اساس شمارش 99 از 85% آوازها در دوره دوم انتخابات پرزیدنتی ترکیه، پرزیدنت کنونی این کشور رجب طیب اردوغان 52 از 16% و رقیب او کمال کلیچداروغلو 47 از 84% به دست آورده است. به این ترتیب اردوغان در انتخابات برنده شده برای باز یک دوره 5 ساله کرسی پرزیدنتی ترکیه را پیش خود نگاه می‌دارد. اردوغان الکی از پیروزی خود اعلان کرد و گفت مردم ترکیه باز برای 5 سال آینده مسئولیت رهبری کشور را به او سپردند. او از شادی امرای طرفدارانش در میدان سرود هم خواند. برخی سران کشورها از جمله امیر قطر تمیم التنی، پرزیدنت مجارستان یا ونگریا ویکتور اوربان و رئیس پارلمان خود ترکیه مصطفی شنتوپ الکی اردوغان را با پیروزی تبریک کردند. صبح 29 مای اردوغان را با پیروزی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون نیز تبریک کرد. شماره عمومی انتخاب کنندگان در ترکیه بیش از 6 میلیون نفر بوده در آوازدهی 85% آنها اشتراک کردند. برای آوازدهی در دوره دوم که ساعت 17 به پایان رسید در سراسر ترکیه و بیرون از آن بیش از 191,000 صندوق آوازدهی گذاشته بودند. بنا به حساب‌ها به طرفداری اردوغان تقریباً 27 از 5 میلیون نفر آواز دادند و کلیچداروغلو چیزی بیشتر از 25 میلیون، یعنی نسبت به اردوغان قریب 2.5 میلیون آواز کمتر گرفته است. دوره اول انتخاباتی روز 14 مای دایر شد ولی هیچ کدام از نامزدا بیش از 50% آواز گرفتن نتوانست. اردوغان در دوره یکم 49 از 5% و کلیچداروغلو نزدیک 45% آواز به دست آوردند. رجب طیب اردوغان که برای 5 سال دیگر کرسی پرزیدنتی ترکیه را پیش خود نگاه داشت، 69 سال داشته، از سال 2003 اینک 20 سال باز بر ترکیه رهبری میکند. تا سال 2014 به حیث سروزیر و سال 2014 به این طرف همچون پرزیدنت. مناسبت به شخصیت اردوغان مثل ترکیه در جامعه تاجیکستان نیز یکسان نیست. طرفدارانش از او به حیث یک رهبر پرنفوذ و قوی عالم اسلام توصیف میکنند و پایبندش به ارزش‌های مذهبی اسلام ارج میگذارند. منتقدانش برعکس اردوغان را برای در دستان خود منسجم کردن قدرت و تبدیل یافتنش به یک حاکم خودکامه به باده انتقاد میکشند. خدمات مشترک مطبوعات دادگاه شهر سنت پتربورگ روسیه خبر داد که دادگاه 9 اکتبر روز 25 مای سال 2023 سه مدرس خارجی، شهروند تاجیکستان شرافالدین رحمتوف، شهروند آذربایجان فضلی آغایف و شهروند ترکیه شابان دینجرو را با جرم عذاب و عقوبت شاگردانشان در یک مدرسه خصوصی اسلامی برای 2 ماه به حبس گرفت. تفتیشات میگوید این 3 نفر کودکان را نه فقط عذاب جسمانی میدادند بلکه به آنها عقیده های رویه دینی در روسیه ثبت نشده سلیمانچیله را تعلیم میدادند. خود دستگیر شدگان و یا نزدیکان آنها برای شرح قضیه هنوز دسترس نیستند، اما دادگاه گفت که شرافالدین رحمتوف و شابان دینجر این اتهام را به گردن گرفتند ولی فضلی آغایف از دادن بیانات در این پرونده دست کشیده است. دادگاه 9 اکتبر شهر سنت پتربورگ نسبت به شهروند تاجیکستان شرافالدین رحمتوف به صادر کردن جنایت در بندهای ا.گ.ی قسم 2 ماده 117 کودک جنایتی روسیه عذاب و عقوبت دادن بیش از 2 کودک از جانب گروه شخصان ایبدار می شود چاره پیشگیری را انتخاب کرد. دادگاه درخواست تفتیشات را قانع گردانده رحمتوف را تا 23 ایول به حبس پیشکی گرفت. گفته می شود در خبر دادگاه 9 اکتبر فضلی آغای و شابان دینجر را نیز برای 2 ماه به حبس گرفت. بر 3 آنها بر اساس قسم 2 ماده 117 همچون جزا
از 3 تا 7 سال زندان تهدید میکند. قضیه عذاب و عقوبت کودکان در مدرسه غیر قانونی واقع در یک منزل اجاره در بورش کوچه ساداوایه یا خیابان وزنیسنسک در مرکز شهر سنت پتربورگ روسیه روز 23 مای سال 2023 در پی با جراحت‌ها در بیمارستان بستری شدن یک فرزند 10 ساله مهاجران تاجیک معلوم شد. کارمندان پلیس بعد دریافت این خبر به اون مدرسه آمده معاین کردند که باز دست کم 4 شاگرد دیگر از جانب مدرسان مورد لطوکوب قرار داشتند. طوری از پروتکل برمی‌آید مدرسان در این مدرسه به کودکان نه فقط قرآن و دیگر ارکان اسلام را درس می‌دادند، بلکه آنها را به رویه دینی سلیمانجیلر یعنی پیروان روحانی ترکی عصر 20 سلیمان حلیمی تونخان جلب می‌کردند. این رویه دینی در روسیه رسما ثبت نام نشده است. اما کار مدرسان تنها با جریمه و حکم اخراج تمام نشد. روز 25 مای به ضد عرصه آنها با اتهام عذاب و عقوبت شاگردان خردسالشان پرونده جنایتی گشودند. بنا به فرضیه تفتیشات شراف‌الدین رحمتوف، شعبان دینجر و فضلی آقایف از حیثیت خصومت برقصدانه و منتظم دست کم 4 شاگرد خردسالشان را میزدند و با لعن درشت دشنام و حقارت میکردند. اتهامی که به گفته دادگاه رحمتوف و دینجر پذیرفتند ولی آقایف قبول ندارد. روز 28 مای سال 2023 یک گروه فعالان با شمول ادوکات‌ها در فرودگاه شهر ورشاو و پایتخت پولشای لهستان با طلب منع استرداد سوربان عبدالرحیم‌زاده یک جوان 27 ساله به تاجیکستان شدند. این جوان تاجیک را الکی از بازداشتگاه به فرودگاه آورده بودند تا توسط پرواز ورشاو و استانبول دوشنبه با شرکت ترکیش ایرلاینز به تاجیکستان استرداد کنند. عبدالستار بابایف رئیس کمیته نجات محبوسان سیاسی یک سازمان نزدیک به مخالفین تاجیک به پایگاه خبری بامداد خبر داد که به آنها میسر شد که در آخرین لحظات مانع استرداد سوربان عبدالرحیم‌زاده شوند. قضیه سوربان به دادگاه اروپایی حقوق انسان در استراسبورگ نیز رفته بود و این دادگاه نیز از مقامات پولش خواسته بود که او را تا انجام بررسی شکایتش استرداد نکنند. ادوکاتش از اوکراین هم آمده و آنها یکجا با ادوکات پالیاکش خیلی تلاش کردند. در نهایت سوربان را از هواپیما پایین کردند و باز به بازداشتگاه بردند. فردا قرار است دادگاه پولش قضیه این پناهجوی تاجیک را از نو بررسی کند و اطمینان داریم که از تالار دادگاه آزادش خواهند کرد. خبر داد عبدالستار بابایف. سوربان عبدالرحیم‌زاده پسر پولاجان عبدالرحیم‌زاده یک صاحبکار تاجیک زاده نوع قبادیان است که بنا به اطلاع دریافتی در دوشنبه تجارت داشت ولی بعد از دست دادن تجارت‌هایش از تاجیکستان به اوکراین و از آنجا به اروپا پناه آورده است. سوربان عبدالرحیم‌زاده قبلا با اهل خانواده‌اش در اوکراین میزیست و بعد شروع حمله روسیه در ماه فوریه سال 2022 به پولش پناه آورد ولی هنگام ورود به قلمرو لهستان معلوم شده است که اسم سوربان عبدالرحیم‌زاده در روی خط اینترپول قرار دارد و به این دلیل او را دستگیر کردند و از همان وقت اینک بیش از 1 سال باز این جوان تاجیک در یک بازداشتگاه مهاجران قرار داشت. مقامات تاجیکستان تا کنون سبب تحت جستجوی بین المللی گذاشتن سوربان عبدالرحیم‌زاده را تا کنون یگان بار شرح ندادند. سوربان عبدالرحیم‌زاده قبلا بر اساس روی خط اینترپول در اوکراین هم دستگیر شده بود ولی اوکراین از استرداد این جوان تاجیک به دوشنبه خودداری کرده بود. پولاجان عبدالرحیم‌زاده گفته است که گویا پسرش را به اساس به گذاشتن چند لایک در زیر ویدیوهای مخالفین ایودار میکنند. تصدیق تا کجا واقعیت داشتن این ادعا هنوز میسر نشده است. در سالهای اخیر در پی اوج گرفتن شکار طرفداران مخالفین تاجیک و منتقدان حکومت تاجیکستان در کشورهای اسنگه به خصوص از روسیه حدود 10,000 نفر از پناهجویان تاجیک در جستجوی پناهگاه امن‌تر رو به اروپا آوردند. اما اخیراً به مقامات تاجیکستان میسر شد که به اخراج یا استرداد تقریباً 10 نفر از کشورهای اروپایی هم نویل شوند. یک مورد اعظم برجسته این البته استرداد حزب‌الله شوولی‌زاده از استرالیا در سال 2020 است که او در تاجیکستان بعداً با جرم‌های سنگین چون خیانت به وطن به 20 سال زندان محکوم شد. همین طور مقامات پولش چند سال پیش مصطفی حیاتوف
یک عضو فعال حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 را به تاجیکستان اخراج کردند و ماه ینور سال 2023 مقامات آلمان عبدالله شمس‌الدین فرزند شمس‌الدین سعیدوف یکی از وتران‌های حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع حزب نهضت اسلامی و داماد رهبر این حزب محیدین کبیری را به تاجیکستان استرداد کردند. عبدالله شمس‌الدین علاقه 2 ماه بعد بردنش در دوشنبه به 7 سال زندان محکوم شد. مخالفین تاجیک با طلب رهایی عبدالله شمس‌الدین در شهرهای آلمان چندین گردهمایی دایر کردند ولی به نتیجه. سروزیر نو طالبان مولوی عبدالکبیر روز 25 ماه سال 2023 در دیدار با شماری از چهره‌های فرهنگی حامی رژیم طالبان ادعا نمود که نمایندگان تمام قوم‌های ساکن افغانستان در حکومت امارت اسلامی افغانستان حضور دارند. ثبت ویدیوی واخوری این سروزیر طالبان در تلویزیون ملی آنها پخش شد. او از جمله میگوید که اگر معنی همه شمولیت این است که چند تا عنصر مفسده که در افغانستان جای ندارد و فرار کردند و غلامان خارجی ها هستند در حکومت شامل شوند، برای ملت ما قابل قبول نیست. با حضور این افراد حکومت همه شمول نمی شود و به فساد مواجه می شود. مولوی عبدالکبیر ادعا نمود که در حکومت طالبان افراد با صلاحیت از قوم‌های تاجیک و ازبک حضور دارند. او از جمله گفت ببینید اگر در نظام قبلی عبدالرشید دوستم بود، در نظام فعلی ما جای دوستم را عبدالسلام منفی گرفته است. وقتی صلاح الدین ربانی در حکومت گذشته از بدخشان بود، آن حکومت اما شمول بود، ولی حالا که قاری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش است، حکومت اما شمول نیست. احمد مسعود یا کسی دیگر در حکومت گذشته از پنجشیر بود، آن حکومت همه شمول بود، ولی نورالدین عزیز صاحب از پنجشیر وزیر تجارت ما است و این حکومت همه شمول نیست. در ادامه سروزیر طالبان هر گونه قوم پرستی در حکومت خود را انکار نموده تاکید نمود که نمایندگان قوم‌های پشتو، تاجیک، ازبک، ترکمن و دیگر اقوام در امور حمایت شریک هستند. اما او جداگانه تاکید کرد که ما به منصبدارهای حکومت پیشین مسند حکومتی نمیدهیم. برخی کارشناسان و منصبداران حکومت قبلی افغانستان بر اینند که طالبان نفرانی را که عضو این گروه نیستند به منصب‌های بلند را نمیدهند و این باعث گشته است که در جابجاگذاری کادرها در امارت اسلامی افغانستان سابقه نظامی افراد منصبدار بر مهارت و دانش آنها برتری داشته باشد. هرچند رهبران طالبان ادعا میکنند که حکومتشان فراگیر همه قوم‌های ساکن افغانستان است، اما اکثر منصب‌های کلیدی در دست اعضای پشتوندبار گروه طالبان بوده. گفته می شود حضور منصبداران غیر پشتون در حکومت ساخته طالبان تنها نمایشی است و در اصل آنها صلاحیت و نفوذ در تصمیم گیری ها ندارند. در این واخوری سروزیر طالبان در پاسخ به این انتقادها از جمله در مورد بی‌صلاحیتی قاری فصیح الدین رئیس کل ستاد ارتش طالبان را رد نموده و گفت که فصیح الدین صلاحیت کافی دارد و کمزور نیست. پیشتر در مورد انحصار قدرت در حکومت طالبان سراج الدین اخوانی وزیر کارهای داخلی طالبان ابراز نظر کرده گفته بود که نظام آنها نباید در انحصار افراد آموزش دیده در مدارس دینی باشد. او از رهبرت گروه طالبان و مقامات این رژیم خواست که تا به دیگران هم سهم در حکومت بدهند. گروه طالبان ماه آگوست سال 2021 جمهوری اسلامی افغانستان را سقوط داده به جای آن رژیم خود با نام امارت اسلامی افغانستان را تشکیل کردند، ولی با گذشت قریب 2 سال تا حال هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است و جامعه جهانی پیوسته از طالبان تقاضا دارد تا یک حکومت فراگیر ملی را با جلب نمایندگان تمام قوم‌ها و گروه‌های ساکن افغانستان تشکیل داده به حقوق زنان ارج گذارند. از جمله روز 26 ماه سال 2023 نمایندگان ویژه اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در امور افغانستان در یک بیانیه مشترک در پایان نشستی که بخشیده به وضع افغانستان در پایتخت ترکمنستان شهر اشقاباد برگزار شد، بار دیگر به ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان، تامین حقوق زنان این کشور و مبارزه بر تروریسم تاکید نموده از طالبان خواستند رفتار خود را عوض کنند.
тамошобинон азиз, ёдовар мешавем خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. روزنامه آمریکایی The Wall Street Journal با تکیه به منابع خود نوشته است که نماینده ویژه خیتای در امور اوراسیا لی خوی از کشورهای اروپا دعوت نموده است تا در اوکراین آتشبس فوراً اعلان نموده، همچون معامله منطقه‌های از سوی ارتش روسیه غصب شده اوکراین را به روسیه بدهند. بنا به نوشته این رسانه، اینچنین نماینده ویژه خیتای از کشورهای اروپایی تقاضا نموده است که صاحب اختیاری خود را از امریکا اعلان کنند و خیتای را به جای امریکا به عنوان شریک بپذیرند. ولی به گفته منابع نشریه امریکایی، منصبداران اروپایی گفتند تا زمانی که ارتش روسیه در خاک اوکراین قرار دارد سخن از صلح غیر قابل قبول است. به گفته همصحبت روزنامه که از جزئیات گفته شنید با فرستاده خیتای آگاه بوده است، نظر چین این است که روسیه نباید در جنگ مغلوب گردد و اگر نه در حالت باخت از سلاح هسته‌ای کار میگیرد. پس از گفته شنید با نماینده مخصوص خیتای، منصبداران بلندپایه اروپایی به خلاصه آمدند که چین خیلی نظر مشابه با مسکو دارد. از این لحاظ آنها گمان میکنند که چین همچون کشوری میان رفت در روند مذاکرات و صلح بین اوکراین و روسیه نقش بی‌طرفانه داشته باشد. به هر حال اروپایی ها نقش خیتای را در میانجیگری برای به دست آوردن صلح در اوکراین حل کننده میدانند، اما پیشنهاد چین را غیر قابل قبول میشمارند. بنا به باوری اروپایی ها برای کوتاه مدت خاموش کردن علنگه آتش جنگ در اوکراین به نفع جامعه جهانی خاتمه نمی‌یابد. تا زمانی که ارتش روسیه در خاک اوکراین حضور دارند، این یک تهدید برای جامعه جهانی حساب می شود. از این رو اروپا تا حد امکان از اوکراین پشتیبانی خواهد نمود. ولی پس از ملاقات لاوروف بولی، جانشین وزیر کارهای خارجه روسیه میخائیل گالوزین در مصاحبه با اگنتی دولتی روسیه تاس از پیشنهاد جانب مسکو برای رسیدن به صلح خبر داد. بنا به اطلاع تاس، روسیه از جمله پیشنهاد نموده است که برای آغاز روند صلح اوکراین باید عملیات جنگی را فوراً قطع نماید و کشورهای اروپایی باشند فرستادن سلاح را. در مرحله بعدی اوکراین باید از کوشش‌های پیوستن به اتحاد اروپا و ناتو دست کشیده در سیاست بیرونش به موقع بی‌طرفی برگردد و زبان روسی را در چارچوبه قانونی همچون زبان دولتی اوکراین اعتراف نماید. اما تا این دم جانب اوکراین بارها تاکید نموده است که فقط در حالت برگشتن به مرزهای سال 1991 حاضر است سر میز گفت و شنید با روسیه بنشیند. یعنی کیف از مسکو خالی کردن نه فقط ولایت‌های لوگانسک و دونتسک و خرسون و زاپاروژه را طلب دارد، بلکه می‌خواهد که روس‌ها نیم جزیره کریم را هم به اوکراین برگردانند. اسد گلزاده بخارایی، شاعر و ژورنالیست تاجیک و یکی از مبارزان در راه احیای مکتب‌های تاجیکی در بخارا، صبح 29 ماه سال 2023 در سن 88 از عالم چشم پوشید. درباره مرگ شاعر تاجیک نزدیکانش در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند، ولی درباره علت مرگ او چیزی نگفتند. وقتهای آخر از جمله در آخرین مصاحبه‌اش با رادیوی آزادی در ماه مارس سال 2023 اسد گلزاده از وضع سلامتی خودش شکایت داشت. سالهای آخر او بیشتر در امریکا به سر می‌برد، ولی زود برای برگزاری محفل‌های ایجادی و نشر کتاب‌هایش به بخارا و امین طور به دوشنبه آمد و رفت داشت. نام اسد گلزاده بخارایی به خصوص بعد نشر یک صحبت خیلی پراساسش درباره وضع زبان تاجیکی در بخارا و احتمال از استفاده ماندن و از بین رفتن این زبان در این گهواره تمدن فارسی ورد زبان‌ها شده بود، این است که روشنفکران تاجیک در گذشت اسد گلزاده بخارایی را یک تلفات سنگین و متاسفانه دیگر جبران ناپذیر در راه حفظ زبان و فرهنگ تاجیکی در بخارا می‌شمارند. اسد گلزاده بخارایی 5 ژانویه سال 1935 در دهه شوگانه که نویه پیشگوی ولایت بخارا به دنیا آمده، بعد ختم مکتب میانه برای ادامه تحصیل به تاجیکستان رفته و سال 1958 رشته زبان و ادبیات تاجیکی دانشگاه دولتی آموزگاری دوشنبه را ختم کرده است. اسد گلزاده بیشتر برای کودکان و نورسان مینوشت. چندین کتاب شعرش از جمله مرغابی چه میکوبد، لفظ شیرین، کهکشان آرزو، گل مراد، نسیم بخارا، خط پیشانی، بخارا، شکوفه های بخارا، نماز روی برگ و نفس بهار در تاشکند و دوشنبه نشر شدند. اسد گلزاده بخارایی از سال 2003
عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت خبر داد که تیمیروف نام صاحبکار خوکپرور را در جماعت یاور نویه باباجان غفوروف با جرم با پاروی خوک افلاس کردن آب سیر دریا و زمین ها به مبلغ 11263 سامانی و 94 درم جریمه بسته به زیدش پرونده جنایتی هم کشودند. بنا به اطلاع این نهاد هنگام گذراندن عملیات نظارت مشترک با دادستانی نویه باباجان غفوروف از طرف ناظران شعبه نظارت دولتی استفاده و حفظ ذخیره های آب سر ریاست حالت افلاشوی منبع های آب و زمین با پاروی خوک و فعالیت فرمری خوکپروری واقع در جماعت دیات یاوه نویه باباجان غفوروف دهه باغ بالا آشکار گردید. مواد حقوق ویرانکنی ماموری، معلوماتنامه ستانسیای تجربوی خوششناسی و ملیوراتیوی سوخت، اینچنین سند از نظرگذرانی و حساب ضرر به طبیعت رسانیده شده از طرف صاحبکار انفرادی تیمیروف برای چاره‌جویی و قبول قرار قانونی به دادستانی نویه باباجان غفوروف پیشنهاد کرده شد. در نتیجه نسبت به صاحبکار پرونده جنایتی بر اساس ماده های 226 228 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده. در برابر این طبق ماده های 77 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ محیط زیست، ماده 14 27 46 کودکس آب جمهوری تاجیکستان برای خودسرانه استفاده بردن آبهای روی زمینی به اجازت استفاده بری مخصوص آب و افلاس نمودن زمین با پارو نسبت به گناهکار 11263 سامانی مبلغ ضرر پیشنهاد و آن به پارگی به منفعت دولت ستانیده شد. بر علاوه این جریمه به صاحبکار تیمیروف در چارچوب پرونده جنایتی نسبتش باز شده بر اساس ماده 226 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای افلاس کردن آب همچنین جزا کارهای اصلاحی به مهلت تا 2 سال یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 2 تا 5 سال و بر اساس ماده 228 برای خراب کردن زمین جریمه به اندازه از 500 تا 800 نشان دهنده برای حسابها یا محدود کردن آزادی به مهلت تا 2 سال تهدید میکند. این نخستین مورد مجازات صاحبکاران خوکپرور از نویه باباجان غفوروف برای افلاس کردن آب با پرتوهای فرمه‌های خوکپروریشان نیست. سال 2022 دو صاحبکار خوکپرور دوران مصطفایف و نسیم دوسماتوف به مبلغ 15000 سامانی جریمه بسته شدند. اکثریت کل اهالی تاجیکستان را مسلمانان تشکیل میدهند. استعمال گوشت روغن و دیگر محصولات خوک در اسلام حرام حکم شده است و به این دلیل این محصولات در بین ساکنان مسلمان جمهوری خریدار زیادی ندارد. صاحبکارانی که فرمه‌های خوکپروری دارند میگویند خریداران اساسی آنها روزبانها و در سالهای آخر شماره افزاینده قطایی‌هایند که در تاجیکستان کار و زندگی میکنند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که نیمه شب جمعه 26 مای سال 2023 در حدود نویه یووان یک زن 36 ساله با 2 کودک خردسالش که دخترش 15 و پسرش همگی 6 سال داشت زیر چرخ ماشین جیپ ماندند. در نتیجه صدمه هر سه جان باختند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی نیمه شب 26 مای سال 2023 تخمینا ساعت 23:45 راننده автомашین تمغه BMW شعباز جان نظرعلی سال تولدش 1991 ساکن نویه یووان هنگام حرکت در کوچه میور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگردان فرزانه رجب مراد سال تولدش 1987 علی مرادونا فیروزه سال تولدش 2008 و علی مردانوف انوشیروان سال تولدش 2017 ساکنان همین نویه را پخش نموده است. در نتیجه فرزانه رجب مراد، علی مردانوف فیروزه و علی مردانوف انوشیروان جراحت‌های وزن جسمانی برداشته متاسفانه هنگام به بیمارخانه دسترس نمودند در راه به هلاکت رسیدند. همچنین نیمه دوم روز 27 مای سال 2023 تخمینا ساعت 18:00 راننده автомашین تمغه اوپل استرا امام فیروز سال تولدش 1985 ساکن نویه یووان در حالت مستی سر فرمان ماشین نشسته هنگام حرکت از سمت دهه چشمسار جماعت دیات کلینن به سمت جماعت دیات غیاس و نویه جامی در نزد کانال آبگذر دهه چشمسار از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده
به کانال آبگذر چپ شده است. در نتیجه مسافر داخل این ماشین بابا خوجایف رجب مراد سال تولدش 1285 ساکن نوع یووان جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخله گفت از روی این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر به شمار می‌روند. از اول ماه مای بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان الکی نزدیک 40 نفر جان باختند. بنا به امور وزارت کارهای داخله در سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راه‌های جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند. ضمن برگزار نمودن چهاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 37 ساله ساکن شهر دوشنبه معین و دستگیر کرده شد. نامبرده ماه اپریل سال 2023 هنگام در بنای ساختمان ناتمام واقع در کوچه دانش کار و فعالیت نمودنش بارای پنهانی از جوان 24 ساله ساکن ناحیه مومن آباد 5000 سومانی و یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی را که ارزشش 3000 سومانی را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب زده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چهاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 27 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه نوامبر سال 2022 با روی فریب به باوری مرد 52 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از او 95000 سومانی گرفته وعده داده است که بر عوض مبلغ به او یک عدد автомاشین آورده می‌آید، اما نامبرده به وعده‌اش نایستاده تا حال او را فریب داده گشته است. اینچنین نامبرده ماه نوامبر سال 2022 از زن 45 ساله ساکن شهر دوشنبه 117000 سومانی گرفته وعده داده است که بر عوض مبلغش به او یک عدد автомاشین آورده می‌آید، اما نامبرده به وعده‌اش نایستاده تا حال او را فریب داده گشته است. همزمان خود او با روی فریب به باوری جوان 23 ساله ساکن ناحیه کوشانیان در آمده از او 72500 سومانی گرفته وعده داده است که به او یک عدد автомاشین تمغه تویوتا کمری آورده می‌آید، اما تا حال او را فریب داده گشته است. همین طریق به شعبه وزارت کارهای داخله 2 در ناحیه فردوسی عریضه مرد 30 ساله ساکن ناحیه باباجان غفورов وارد گردیده است که ماه مای سال 2022 مرد 37 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده خود را صاحبکار بازار جلجم معرفی نموده از او به مبلغ 37750 سومانی پروفیل های گوناگون آهنین را به مدت یک ماه گرفته تا حال مبلغ‌هایشان را برنگردانیده است. او بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.